سمت علم نیز از بخش‌های مهم فعالیت دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده محسوب می‌شود. با اشتراک 133 نفر آموزگاران و پروفسوران در نیم ساله اولی سال 2026 5 دستور عملی، 7 مونوگرافیا، 57 مقاله علمی، 14 مقاله علمی در خارج کشور و 10 مواد علمی به نشر رسیدند. در این دوره 4 نفر آموزگار صاحب درجه علمی نامزد علم شدند. با مقصد مطابق نمودن روند تعلیم به طلبات زمان معاصر در دانشکده مرکز تستی با 66 جای امتحان سپاری، تخته های الکترونی و دیگر تجهیزات معاصر مورد استفاده قرار داده شده است. همچنین آثارخانه تاریخی دانشکده، مرکز سازهای موسیقی و استودیوی ثبت صدا و برنامه‌ها به فعالیت آغاز کردند که برای تکمیل مهارت عملی دانشجویان زمینه مساعد فراهم می‌آورند. حالا دانشکده با 63 مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای خارجی همکاری داشته در این زمینه دانشجویان مؤسسه تعلیمی در بازی‌های بین‌المللی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای با موفقیت شرکت نموده صاحب جایهای افتخاری گردیدند. در آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من، محفل ظریفان، فروغ صبح دانایی کتاب است و دیگر مسابقه‌های ذهنی دانشجویان و آموزگاران دانشکده دستاوردهای ارزشمند به دست آورده نفوذ مؤسسه را باز هم بلند برداشتند. همین طریق دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده همچون مرکز مهم آماده‌سازی متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت در برابر رشد فعالیت تعلیمی و علمی جهت تحکیم رابطه‌های بین‌المللی، تربیت کادرهای رقابت‌پذیر و رشد فرهنگ ملی قدم‌های استوار می‌گذارد.